از بازخوانی مجوز و قطع کاری دو بانک یک زمان بزرگ تاجیکستان بانک و توجیکسودیراتبانک 4 روز سپری شد. اما هنوز مقامات درباره چگونگی بازگردانی امانت مردم، شرط و شرایط و مهلت آن چیزی نگفتند. از این رو اکثر امانتداران این دو بانک نگران میباشند. همکارم عبدالله اشورов موضوع را پیگیری داشت و حالا با ما در استودیو است. عبدالله سلام، خوب کاری این دو بانک قطع گردید، بعداً چی خواهد شد و امانت مردم چگونه بازپس داده می شود؟ شهلا بعد بازخواندی مجوز و یا پروانه کار این دو بانک جریان برهمدی و یا به اصطلاح مردمی بانکرات شوی و تقسیم و ترکه اموال بانک شروع می شود. برای انجام این کار با قرار دادگاه تقریباً پس از یک هفته دیگر مدیر برهمدهنده تعیین خواهد شد. ابتدا تا 30,000 سامانی پول امانتگزاران از فوند سقورته امانتها یک بار پرداخت می شود. اگر پول امانت مانده نفر از این زیاد باشد، مبلغ باقی را از حساب مبلغ‌های بانک و فروش اموال آن باید پردازند. مسئولیت فروش اموال بانک و بازگردانی امانت مردم، پول‌های مؤسسان و دیگر جانب‌ها بر دوش مدیری برهمدهنده خواهد بود. عبدالله، در تاجیکستان ما شاهد تجربه تلخی شدیم که امانتگزاران توجپرامبانک مثلا که نیز 4 سال پیش بانکرات شده بود، هنوز نمیتوانند پول‌های خود را بگیرند زیرا اموال بانک پورا فروخته نشده است. آیا این بار هم چنین خواهد شد یا نه؟ شهلا عین این سوال رو من از تاجیددین پیرزاده، مؤسس و یکی از سهامداران اساسی توجیکسادیراتبانک پرسیدم. او گفت ذخیره های مالی و اموال بانک کافی است و جریان برهمدهی نباید طول کشد. به قول او دوام 6 ماه تا 1 سال مردم پولهای خود را از این بانک باز پس خواهند گرفت. هم مبلغ هست، بعضی مبلغ که تو من 30,000 سامانی را از یک بار میگیرند، اینو میتونن در نوبت اول از حساب ذخیره ما این نگیرن. همگی 1,200 به امانتگزار میماند. پارچه قرضی ما با نظر داشت فایزدار تا 1.5-2 میلیارد سامانی است. باوری کامل دارم که مثل بانک‌های پیشینه 4 سال و 3 سال نمیکشد. شاید که در 6 ماه 1 سال مردم مبلغ گیرند. مسئولان بانک هم میگویند بینا و اموال بانک برای بازگردانیدن پول مردم کافی است، اما مهلت از صفت کاری مدیر برهمدهنده وابسته است که تا چه حد زود با صفت و عادلانه اموال بانک کساد شده را فروخته پول مردم را میدهد. عبدالله، اینجا سوال پیش میآید که سبب کساد و یا بانکرات شدن این دو بانک عظیم چی بود؟ سبب ها زیادند شهلا، اما سازمان های بین المللی و اقتصاددان های مستقل در گزارش های خود آشنابازی، فرمانفرمایی از بیرون به کار بانک، مدیریت نادرست و بی‌پروایی بانک ملی نسبت به فعالیت بانک ها را از سبب های اساسی می دانند. اما تاجیددین پیرزاده در صحبت با رادیو آزادی یک سبب دیگر را هم نامبر کرد. سال 2015 یک گروه آدمان به قول او غرضدار درباره بد شدن احوال مالیوی توجیکسادیراتبانک آوازه‌ای بر دروغ پهن کردند و امانتگزاران یک باره به بازخواندی امانت‌های خود پرداختند و بانک دچار مشکل شده است. با تاکید پیرزاده اگر یک باره بیش از 30% امانتگزاران پول خود را از بانک بازپس گیرند، هیچ بانک عظیمی هم به این حالت تاب آورده نمیتواند. فهم و سپاس عبدالله. البته امیدواریم مشتریان سرسام بالاخره امکان بازپس گرفتن امانت‌هایشان را پیدا می‌کنند. به هر صورت وقت نشان خواهد داد.